کودکان قشر آسیب پذیر جامعه می باشند. به این خاطر 20 نوامبر سال 1989 اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد با قطعنامه 4425 کنونسیون سازمان ملل متحد آید به حقوق‌های کودک را قبول نمود. سند مذکور حقوق‌های کودکان را برای رشد و کمالات در شرایط ارزنده مقرر می نماید. همچنین عهده‌داری‌های والدین، دیگر شخصان آنها را عوض کننده و دولت را در تأمین و حفظ حقوق و آزادی‌های کودکان پیش بینی می نماید. نه فقط در هر یک دولت در نظام حقوقی آن، بلکه در نظام حقوقی بین المللی هم به مسئله مقام حقوقی کودکان توجه خیلی کلان داده می شود. در تاجیکستان ما هم به این مسئله خیلی توجه داده می شود، نه فقط در معیارهای حقوق عائله بلکه در دیگر ساحه‌های علیحده حقوق هم برای مقام کودک را درست معین کردن سندهای گوناگون معیاری حقوق قبول شده است. همین در ما حقوقشناسان وقتی که درباره کودک گپ میزنیم، بعضا در همان مناسبت‌های عامه قبول کرده شده موافقت نمی‌کنند. ما حقوقشناسان همه نابالغان تا سن 18 ساله رو کودک میگوییم. جمهوری تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه بین المللی بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی در مقیاس اتحاد دولت‌های مستقل یکی از اولین ها شده 26 اکتبر سال 1993 کنونسیون مذکور را به تصویب رسانید و آن از 25 نوامبر سال 1993 اعتبار پیدا کرد و غیر از این به کنونسیون در جمهوری تاجیکستان 2 پروتکل علاوگی قبول شده است. طبق آیین‌نامه کنونسیون حقوق کودک تا سن 18 سالگی شخص کودک به حساب می رود و کودکان از جهت حقوقی امکانیت‌های وسیع دارند که یک قطار آنها می تواند معماهای دیگر را به میان آورد. این جهت مسئله وابسته از عرف و عادت و فهمیش خلقیت و ملت عملی می شود. خیلی امکانیت‌های وسیع دارند وابسته به همین معیارهای حقوق بین المللی، معیارهای قبول شده‌اند که اگر آنها را به کودکان ما فهمانیم تا آخر استفاده برند، اگر شاید که بعضی مرکبه های اجتماعی هم پیدا کنند. مثلا به کودکان به سن 10 سالگی رسیده امکانیت داده شده است که از بالای رفتار نادرست والدانشان به مقامات وسایت و پرستاری شکایت کنند. بینید زیاده از آن نابالغانی که کودکانی که به سن 14 رسیدند آنها میتوانند به سود حتی مراجعت کنند آید این مسئله. در ولایت سوخت بخشی کودک در همجایگی با کمیسیون آید به حقوق کودک عملی می شود. در هر یک شهر و نواحی ولایت کمیسیون مذکور برای حمایت حقوق و آزادی های کودکان فعالیت می برد و قرارهای داخلدار را وابسته از مسائل به کودکان داخلدار قبول می کند. به کمیسیون آید به حقوق کودک از طرف شهروندان عریضه ها وارد می گردند وابسته به حمایت کودکان و اینچنین مکتوب ها از هر گونه ساختارها که با حقوق های کودکان وابستگی دارد و هر ماه یک مرتبه جلسه کمیسیون آید به حقوق کودک برگزار می گردد که در اون این مسئله ها بررسی می گردند و از طرف اعضای کمیسیون محاکمه گردیده قرارهای داخلدار با منفعت کودکان همین منفعت‌های بهترین آنها را به نظر گرفته قبول می شوند. در 9 ماه سال روان در ولایت سوخت 179 نفر کودکان به فرزندخوانی و 165 نفر به پرستاری قبول گردیدند. اینچنین در ولایت 13 عدد مکتب اینترنت و 2 خانه کودکان فعالیت دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان به کودکان یتیم، معیوب و امکانیت محدود داشته توجه و غمخواری دائمی می نماید و آنها از کودکان عادی یگان تفاوت در زندگی و تحصیل ندارند. با تشبث کمیسیون آید به حقوق کودکی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و بخش‌های آن در شهر و نواحی میان ساکنان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برده شده و والدان پیوسته مصلحت و مشورت ها داده می شود. امروز دولت و حکومت خیلی با قسم آسیب پذیر جامعه گویم به یتیمان، به پرستاران خیلی غمخواری های کلان ظاهر می کند. به همه شما معلوم است که در هر یک تشریف خود اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کودکان یتیم کل و خوری می گذرانند. با اونها هم صحبت می شوند، با اونها تحفه ها، کمک پولی ها می رسانند و این است با اقدام نیکی سرور دولتی ما اونها خیلی دستگیری می یابند.
در جمهوری تاجیکستان تشکیلات‌های جمعیتی عمل می‌کنند که فعالیت آنها برای حمایت حقوق و آزادی‌های کودکان روانه گردیده است. از جمله تشکیلات بین‌المللی یونیسف یکی از پیشاهنگانی میباشد که در این سمت کاربری می‌نماید. همه ساله یونیسف بسیار کارها برای حفظ کردن حقوق کودک تا که آواز آنها شنیده شود بسیار فعالیت‌های خوب را با ثمر را به سمت مانده است که یکی از آنها این بلند برداشتن اقتدار جوانان تاجیکستان می باشد که طریق ترینینگ های آموزشی و لاگرهای آموزشی گذرانیده می شود. اینچنین سنه 1 ایون همچون روز حفظ کودکان در تمام جهان تجلیل کرده می شود. همه این غمخواری ها و توجه جامعه جهانی به کودکان به خاطر انکشاف ذهنی و جسمانی آنها، تنصیحاتی و فراهمی شرایط مساعد برای آینده درخشانشان روانه شده است. گزارشی سومن حامید و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.